ترک گناهان حالت بد و ناگوار انسان را به بهبودی تغییر می دهد و انجام گناهان انسان را به بلا و مصیبت ها می کشد. ابن قیم جوزی رحمه الله می فرماید بنده مسلمان اگر حالت خود را از معصیت و گناه به طاعت و عبادت پروردگار تغییر بدهد، خداوند حالت عذاب و عقوبت را از او به عافیت و سلامتی و ذلت و خواری را به عزت و سربلندی تغییر میدهد. این سخن خداوند را هم ذکر کردن به مورد است که می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند حالت و وضعیت هیچ قوم و ملت را تغییر نمیدهد تا زمانی که آنها حالت و وضعیت خود را تغییر بدهند، یعنی تا زمانی که انسان از گناهان دست نکشد و حالت و وضعیت خود را از معصیت و گناه و طاعت و عبادت پروردگار تغییر ندهد، خداوند هم حالت او را تغییر نمیدهد و همیشه در ذلت و خواری باقی میماند. پناه به خداوند. اگر نصیحت کردن نمیتوانید، لااقل به سوی نصیحت راهنمایی کنید. لایک ماندن شما سبب می شود که این گونه نوارهای اسلامی به دیگران برسد و برای شما هم اجر و پاداش نصیب شود. زیرا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند هر کسی با کار خوب راهنمایی کند برایش از جانب خداوند مثل اجر و پاداش انجام دهنده آن است. پس در نشر خوبی ها سهم گذار باشید.